سلام، من نصرانم و به اپیزود 4 از پادکست خط خوش اومدین. ما توی این کانال تا یک چالش 90 روزه 90 خلاصه کتاب رو با هم مرور میکنیم. پس اگه علاقه‌مندی حتما کانال رو سابسکرایب کن تا توی این چالش با ما همراه باشی. توی این اپیزود خلاصه یک کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست رو براتون تعریف میکنم. کینگ ووچونگ کسیه که تونست با دستای خالی در شرایط نابسامان پس از جنگ دست به کارهای بزرگی بزنه که امروزه نام اون و شرکتش توی تمام دنیا موندگار بشه. اون موفقیت خودش رو حاصل شرایط سختی میدونه که اون رو وادار به کار کرد. در خلاصه پیش رو شرح زندگی و تجربیات کاری کینگ ووچونگ رو مطالعه می‌کنیم که از زبان خود اون روایت شده. این روایت‌ها میتونن نکات عملی برای موفقیت باشن. چون از دل تجربیات کسی بیرون اومده که فقط و فقط با کار کردن سخت تونسته به جایگاه و ثروت کنونیش برسه. کینگ ووچونگ تاریخ رو متعلق به رویا پردازان میدونه و اولین توصیهش به کسایی که میخوان وارد تجارت یا هر کار دیگه‌ای بشن اینه که رویای بزرگی داشته باشن. اشتیاق کیم به کار زیاد باعث محبوبیت اون بین همکارا و کارمنداش شده و بعضی از اونا لقب توسا رو به اون دادن. اصول کیم در تجارت، مدیریت و روابط کاریش با دیگران شرکت دیو رو از شرکت‌های همتراز خودش چندین پله بالاتر نگه داشته. این اصول به شما میگن که چطور برای سازمان خودتون کارمندای مجرب پیدا کنید یا چطور مدیران تنبل خودتون رو وادار به کار بکنید. چطور اعتماد دیگران رو توی یک معامله جلب بکنید یا چطور بهترین استفاده رو از زمان ببرید و چطور بیشترین سود رو به دست بیارید. اگه میخواید موفق باشید، راهی ندارید جز اینکه تلاش کنید تا بهترین باشید. کیم میگه که در طول سالیانی که کار کرده به فکر جمع‌آوری سرمایه برای خانواده‌اش نبوده، بلکه تمام هدفش تولید محصولاتی بوده که در نوع خودشون بهترین باشند و همین انگیزه گروه دیو رو بین مشتریان و مردم محبوب و مشهور کرده. یکی از اولین درسایی که کینگ ووچونگ در کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست به ما میده اینه که در کار تجارت هیچ وقت نمیتونی یک و یک رو جمع کنی و حاصل اون 2 باشه. باید 1 و 1 رو تبدیل به 10 و سپس اون رو تبدیل به 50 کنی. این روش درست تجارته. دوران کودکی من مربوط به زمانیه که کشور کره به تازگی جنگ و پشت سر گذاشته بود. تقریبا تمام مردم کره توی اون زمان فقیر بودن. ما در اطراف سئول زندگی می‌کردیم و من هر بار برای رفتن به مدرسه باید چیزی حدود 10 کیلومتر پیاده روی می‌کردم. اون موقع حتی یه سکه هم توی جیبم نداشتم، اما سرم پر از رویا بود. احساس می‌کردم آسمون مال من و هیچ چیز غیر ممکنی در جهان وجود نداره. همه اون افکار و رویاها حاصل شور جوانی در من بود. من فکر می‌کنم رویا پردازی ارزشمندترین و مهمترین مزیتیه که جوانی داره. رویاها باعث میشن هر کسی احساس ثروتمند بودن بکنه. زمانی که رویایی در سر دارید به داشته‌های دیگران هرچند عظیم و چشم نواز حسادت نمی‌کنید. پس من جوانی رو اینطور تعریف می‌کنم: برهه‌ای از زندگی که در اون اگر انسان رویایی در سر داشته باشه به هیچ کس و هیچ چیز حسودی نمی‌کنه. شاید براتون سوال باشه که چرا بین تمام ویژگی‌هایی که توی دوران جوانی بروز پیدا می‌کنه من روی رویا تاکید می‌کنم. باید بگم چون رویاها قدرت ایجاد تغییر در جهان هستند و وقتی حس بکنید که این قدرت رو دارید خوشبخت‌ترین انسان روی کره زمینید. امروز می‌بینم که بیشتر جوان‌ها رویایی ندارن. اگرم داشته باشن برای لحظه حاله. هیچ چیز غم‌انگیزتر از کشوری نیست که جوان‌هاش درباره آینده خودشون و کشورشون رویا پردازی نکنن. چرا که این رویاها هستن که شخصیت هر کسی رو می‌سازن و شخصیت هر فرد تعیین کننده شغل و سرنوشت آینده اونه. این رویاها هستن که کشتی زندگی ما رو به حرکت وامی دارن و اون رو به سمت مقصدی که می‌خوایم هدایت می‌کنن. بدون اونا زندگیمون مثل قایقی میشه که با جریان آب و باد به هر طرف میره و دست آخر بین جلبک‌ها گرفتار میشه. بذارید از خودم یه مثال بزنم. زمانی که من و 4 نفر دیگه گروه دیو رو تأسیس کردیم، رویای من این بود که به پیشرفت و توسعه جامعه کمک کنم. ما فقط با $10,000 کارمون رو شروع کردیم و هرچی پیش میرفتیم رویای من در حال ساخته شدن بود. تا اینکه بعد 10 سال کسب و کار من به جایی رسید که مالک بزرگترین ساختمون در کره شده بودم. من در طول این 10 سال و حتی همین حالا هنوز رویاهایی در سر دارم. در حقیقت اگه رویاهام تداوم نداشتن خیلی وقت بود که متوقف شده بودم.
در حال حاضر اصلی ترین رویای من اینه که بتونم با کیفیت ترین محصول در نوع خودش رو بسازم. مهم نیست چی باشه، مهم اینه که زمانی بهترین کیفیت رو بین محصولات مشابه خودش داشته باشه. من به این رویا بها میدم، هرچند شاید زمانی به تحقق برسه که شرکت رو به جانشین شایسته دیگه‌ای واگذار کرده باشم. حدود 10 سال پیش ما شروع به ساخت کارخونه لاستیک سازی توی سودان کردیم. این اولین طرح بین‌المللی یک شرکت کره‌ای بود و از طرفی شرکت دو تا اون زمان هیچ ارتباطی با شرکت‌های لاستیک سازی نداشت و این موضوع باعث نگرانی بود. اما من باز هم احتمالات رو بررسی کردم. اگرچه که در سودان بازار لاستیک وجود داشت، اما اونا کارخونه تولید لاستیک نداشتن و به خاطر واردات لاستیک‌های گرون قیمت خارجی مقدار زیادی ارز از کشور خارج می‌شد. بنابراین به احتمال قوی کشور سودان از چنین پروژه‌ای حمایت می‌کرد. نکته دیگه‌ای که این احتمال رو قوی می‌کرد توجه به حجم بیابان‌های این کشور بود که نشون میداد سفره‌های زمینی در سودان همواره رو به افزایش خواهد بود. همچنین وجود میدان وسیع نفتی توی جنوب سودان نکته دیگه‌ای بود که احتمال رونق اقتصادی توی اون منطقه رو افزایش میداد. طولی نکشید که تمام پیش‌بینی‌های من در مورد بازار لاستیک در سودان به حقیقت پیوست و در حال حاضر میزان تقاضا برای لاستیک توی این کشور به قدری بالاست که مردم حاضرن مبلغ اون رو پیش پرداخت کنن. بنابراین تجربه به من ثابت کرده که اگه خوشبین باشید و با دقت تمام احتمالات رو بررسی کنید حتما موفق میشید. در این بین داشتن روحیه‌ای از خودگذشتگی در کار هم مهمه. در وهله اول فلسفه زندگیتون رو مشخص کنید. فلسفه زندگی به نظر من وقف کردن خودتون در جهت پیشرفت و کمک به اجتماعیه که در اون زندگی میکنید. ممکنه کسایی به شما بگن که چطور میتونید خودتون رو وقف کار کردن کنید و از زندگی لذت ببرید. پاسخی که من به این عده میدم اینه که شما لذت واقعی کار کردن رو تجربه نکردید. من به یاد ندارم که از زمانی که کارم رو شروع کردم یه روز مرخصی گرفته باشم و از این بابت هم هیچ احساس تأسفی نمی کنم. بلکه از این بابت تأسف میخورم که مردم کارشون رو فقط به خاطر پر کردن شکمشون انجام میدن و به جای داشتن شور و انگیزه برای انجام کارهای بزرگ، کار کردن رو فقط زحمت و دردسر میدونن. از نظر من کار کردن بسیار گرانبهاست و نمیشه اون رو فقط با جنبه‌های مالیش سنجید. این نوعی توهین اخلاقی به نظام کار کردنه. اگه یه تاجر بتونه کارش رو به بهترین شکل ممکن انجام بده و همزمان از اون لذت ببره، اون وقتی که شروع به پیشرفت میکنه. من هیچ وقت خودم رو مجبور به کار کردن نکردم و پیشرفتن کارها تنها چیزیه که میتونن در من احساس رضایت کنن. شما نمیتونید در کاری موفق بشید بدون اینکه خودتون رو توی اون کار غرق کنید. 7 سال پیش از تأسیس شرکت دو در شرکت یکی از اقوام دورمون کار میکردم. من اونجا یک کارگر معمولی بودم، اما طوری کار میکردم و به کار اهمیت میدادم که انگار شرکت متعلق به خودم بود. هیچ وقت منتظر دستور نمیموندم و سعی میکردم خودم با ابتکار عمل کارها رو دست بگیرم و انجام بدم. باید بگم من معتاد کار کردنم. هیچ کاری سخت‌تر از کار نکردن برام وجود نداره. من هیچ دلیلی برای شروع کار و سپس رها کردن اون ندارم. جهان بزرگی در انتظار شماست و کارهای زیادی توی این دنیا میتونن انجام بشن. فقط کافیه قدم در عرصه‌هایی بذارید که تا به حال کسی نذاشته و کارهایی بکنید که کسی تا به حال انجام نداده. به این ترتیب جزء پیشگامان خواهید بود. یک پیشگام واقعی از شکست خوردن و نقد شدن نمیترسه. تاریخ ثابت کرده که موفقیت و قدرتمندی ملت‌ها نتیجه داشتن روحیه بالای پیشگامی اونهاست. ایالات متحده آمریکا رو در نظر بگیرید. چه دلیلی روشن‌تر از روحیه پیشگامی و پیشتازی مردم اون برای موفقیت این ملت سراغ دارید؟ در مقابل مردم کره همواره در طول تاریخ سکون و آرامش رو به حرکت و پیشتازی ترجیح دادن. ما معمولاً به اون چه پیش اومده تن دادیم و تلاشی برای تغییر نکردیم. شاید این تمایل به آرامش و سکون در ساخت القابی مثل سرزمین صبح آرام یا لقب‌های اینچنینی برای مردم شرق آسیا جالب باشه، اما در واقعیت باعث عقب موندگی در حوزه قدرت در میون دیگر کشورهای بزرگ دنیا شده. با وجود بی‌نهایت راه نرفته و بی‌نهایت کار نکرده توی جهان، همچنان بیشتر مردم تمایل دارن از همون راه‌های طی شده برن. برای این عده جهان به اندازه راه‌های طی شده محدود و کوچیکه. برای اینکه جزء اقلیت خلاق باشید،
هیچ وقت فقط شاهد انجام شدن کاری نباشید. ببینید که چه کاری میتونید برای جامعه انجام بدید. اگه به اونچه که هستید بسنده کنید، دیگران از شما سبقت خواهند گرفت و این به معنی عقب موندگیه. بنابراین برای نابغه شدن کافیه بیشتر از اونچه هستید بخواید. نابغه کسیه که توانایی‌های پنهان خودش رو بیش از مردم عادی شناخته. بهترین توصیه برای موفق شدن اینه که درباره دیگران سخاوتمند باشید و درباره خودتون سختگیر. دانش و تخصص خودتون رو در اختیار بهبود کیفیت دیگران قرار بدید. کسی که همه چیز داره اما نمیدونه چطور اون رو با دیگران تقسیم کنه نه تنها ثروتمند نیست، بلکه فرد خوشبختی هم نخواهد بود. خوشبختی واقعی برای من تلاش برای راحت زندگی کردن دیگرانه. از طرفی فکر نکنید که تا الان کاری انجام دادید. همواره به دنبال کارهای بزرگتر باشید، به گذشته‌تون بسنده نکنید، خودتون رو به سمت آینده سوق بدید و توانایی‌هاتون رو گسترش بدید. یکی از فنون مدیریت موفق که هر سازمان یا شرکتی باید داشته باشه، قدرت سازگاری با شرایط مختلف و تصمیم‌گیری سریعه. امروزه تغییرات در حوزه تجارت سریعتر از قبل اتفاق میفته. پس باید با تمرکز و خلاقیت بیشتری با مسائل مواجه شد. به خصوص در کشورهای در حال توسعه که من بیشتر تجارتم رو در این کشورها انجام میدم، همواره قوانین در حال تغییر هستند. نرخ ارز در نوسانه و صاحبان شرکت بعضی مواقع سرمایه‌دار هستن و بعضی اوقات سرمایه چندانی ندارن. در چنین وضعیتی هر ریسکی بزرگ و حساب نشده محسوب میشه. اگه نتونید سریع تصمیم بگیرید، باید تاوان سنگینی پرداخت کنید. به یاد داشته باشید که هیچ تحلیلگری نمیتونه از راه دور در بازار دست داشته باشه. شما باید شخصا با بانکداران و مقامات دولتی و غیره در ارتباط باشید تا بتونید کاراتون رو پیش ببرید. یکی از دلایلی که باعث میشه من به کشورهای مختلف سفر کنم و خودم از نزدیک با شرکت‌ها در ارتباط باشم، به همین خاطره که اطلاعاتم رو به روز نگه دارم. بعضی اطلاعات از طریق مطالعه اخبار روزنامه به دست نمیاد، چون شرایط مدام در حال تغییره و چیزهایی که شما برای یک تجارت موفق نیاز دارید معمولاً وابسته به همین متغیرهاست. همچنین اگه برای انجام تجارت شخصاً به سفر برید و شرایط رو از نزدیک بسنجید، میتونید ظرفیت‌های تجارت توی این کشور رو کشف کنید. میتونید حین انجام یک تجارت بزرگ، تجارت‌های کوچیکی هم داشته باشید. اگه ارز کافی در اختیارتون داشته باشید، میتونید محصولات رو خریداری و سپس صادر کنید و به این ترتیب ارز خارجی به دست بیارید. این بهترین کار در زمان وجود تورم توی یک کشوره. تجارت در کشورهای جهان سوم فراتر از یک معامله ساده است. بنابراین یکی از شروط تجارت موفق آگاه بودن از اخبار بازار کشورهای دیگه است که 2 کار انجام میدن. به روز نگه داشتن اطلاعات برای تصمیم گیری های سریعتر و دوم شناخت ظرفیت ها و امکان های تجارت در کشورهای دیگه. وقتی شما درگیر پروژه های کاری میشید، مدام در حال تصمیم گیری هستید. بعضی تصمیم‌ها کوچیکن و بعضی دیگه ممکن آینده شرکت رو عوض کنن. من در طول سالهای فعالیتم با افراد زیادی همکاری کردم، اما زمانی که نوبت به تصمیم گیری میرسید تنها تصمیم میگیرم، چون معتقدم در نهایت مسئولیت این شرکت با منه و نمیتونم دیگران رو مسئول تصمیم گیری های خودم بکنم. واقعیت اینه که زندگی هر کسی مجموعه‌ای از تصمیمایی که میگیره. اوایل دهه 70 من قصد داشتم پوشاک تولیدی شرکتمون رو به شرکت‌های وارداتی پوشاک آمریکا بفروشم. چند قرارداد در دست داشتیم، اما تصمیم گرفتم خودم شخصاً با مدیر شرکت سیرز که یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره لباس در آمریکا بود ملاقات کنم، چون میدونستم که اگه اونا پیشنهاد ما رو دریافت کنن، اولین چیزی که میپرسن اینه که شرکت دیو چیه؟ پس اگه من خودم اونجا حضور داشته باشم، شانس متقاعد کردن مدیران سیرز بیشتر میشه. من بالاخره بعد از 2 روز انتظار تونستم یکی از مدیران سیرز رو ببینم و درباره کیفیت و قیمت پوشاک تولیدیمون به قدر کافی برای اونا توضیح بدم. ما فرصت اینو داشتیم که قیمتمون رو پایین نگه داریم و همزمان سود کنیم. چرا که حالا بدون واسطه با یه فروشگاه زنجیره‌ای در ارتباط بودیم. مدیران سیرز به من اعتماد کردند و حاصل اون همکاری‌های بزرگی بود که تا امروز ادامه داره. تلاش من برای کمک گرفتن از سیرز کاملا جواب داد. یکی از موضوعات مهمی که هر مدیری باید بتونه اونو کنترل کنه، شرکت توی جلساته.
برگزاری جلسات متعدد و مختلف که در اون جزئیات زیادی مطرح میشن همیشه به نفع شما و تصمیم گیری هاتون نیست، بلکه کاملا وقتگیر و بیهوده است. وقتی که مدیرا و کارمندای من گزارش‌های طولانی برام میارن، با یه نگاه متوجه میشم که تنها بخشی از اون اطلاعات برای من کافی بودن. مدیرا فقط به اطلاعات کلیدی نیاز دارن. بنابراین برای صرفه‌جویی در وقتم گزارش‌ها رو به کارمندا میسپارم تا اونها رو خلاصه کنن و نکات مهم رو در اختیار من بذارن. همچنین بسیار پیش اومده که مدیرا برای حل یک موضوع جلسه‌ای با من برگزار کنن، در حالی که میتونستن خودشون به تنهایی اون موضوع رو حل کنن. در اینطور مواقع از اونا میپرسم که چرا نیاز داشتن با من صحبت کنن. توصیه میکنم در وهله اول از جلسات طولانی و زیاد پرهیز کنید، چون شما رو سردرگم میکنه. و توصیه دوم من اینه که تصمیمات کوچیک رو ابتدای جلسات بگیرید و سپس به تصمیماتی که نیاز به صرف زمان بیشتری دارن بپردازید. وظیفه دیگه‌ای که بر عهده مدیران انتخاب درست افراد برای مسئولیت‌های مختلفه. هر کسی باید طبق توانایی‌هایی که داره در بهترین جایگاه قرار بگیره. دیگه دوران اون آهنگ کره‌ای که میگه میچرخد و میچرخد، صندلی دارد میچرخد و مال کسی است که بتواند رویش بنشیند گذشته. به عقیده من هر کسی صندلی مخصوص خودشو داره و مشکل زمانی به وجود میاد که افراد در صندلی‌های خودشان نشستن. بنابراین سیاست‌گذاری انتخاب نیروی کار یکی از کارهاییه که باید به بهترین نحو ممکن انجام بشه. برنجی رو که روی زمین ریخته کسی نمیخوره، چرا که زمانی که فقط توی بشقاب خودش باشه میشه از اون استفاده کرد. آدما هم باید در جای درست خودشون قرار بگیرن تا بتونن خوب کار کنن. زمانی که کار شما در حال گسترش و پیشرفته، شما نیاز به مدیرانی دارین که کارها رو با اقتدار و سختگیری پیش ببرن. به نظر من مدیرا باید از داخل خود شرکت انتخاب بشن. بعد از انتخاب مدیرایی برای بخش‌های مختلف کارتون باید بتونید فضایی ایجاد کنید که تمام مدیرانتون به هم اعتماد کنن و با همدیگه کار کنن. قاعده کار اینه که هر زمان اشتباهی رخ بده، مدیر ارشد مسئولیت اون رو بپذیره. این کار باعث میشه مدیران شما بتونن به راحتی با هم کار بکنن. من هر 3 سال یک بار یک فارغ التحصیل جوان رو برای دستیاری خودم انتخاب میکنم و این شخص که مصاحبه‌های فراوانی پشت سر گذاشته باید سخت و بدون مرخصی کار کنه، مثل خودم. مثل دستیارهایی که بیشتر برای آموزش استخدام میکنم و اونها در پایان 3 سال ممکنه به یکی از مدیران شرکت دیو تبدیل بشن. هرچی سخت‌تر کار کنن، موفق‌تر خواهند بود. اگه حس کردید مدیران بخش‌های مختلف شرکت شما تنبلی میکنند و به خوبی کارشون رو انجام نمیدن، از اونا گزارش کار بخواید. من از رئیس یکی از شرکت‌های تابع دیو خواستم تا 3 ماه یک بار گزارش 200 صفحه‌ای کاملی برام بنویسه. البته هیچ وقت همه اونا رو نمیخونم. این کار فقط برای اینه که اون مدیر تنبل رو وادار کنم تا با جزئیات کار شرکت درگیر و مشغول بشه. انجام دادن کارها به بهترین وجه ممکن تا انتها سنت و فرهنگ دیرینه شرکت دیوه. ریشه این فرهنگ به ماجرای فارغ التحصیلی من برمیگرده. توی اون زمان من هم مثل بسیاری از دانشجوها در کلاس‌های سال آخر شرکت نمی‌کردم و به خیالم فارغ التحصیل شده بودم و بیشتر به دنبال کار بودم تا حاضر شدن توی کلاس‌ها. اما ناگهان متوجه شدم یکی از اساتیدمون به نام استاد یانگ بر مسئله حضور و غیاب بسیار حساسه و من رو به دلیل غیبت بیش از اندازه از کلاس خودش حذف کرده. این به این معنی بود که نمیتونستم فارغ التحصیل شم. با پیگیری و صحبت‌های فراوون و وساطت دوستام، اون استاد بالاخره منو توی کلاسش پذیرفت. اما درسی که از اون اتفاق گرفتم این بود که هر دانشجویی باید همونطور که در تمام کلاس‌های سال اول دانشکده شرکت میکنه، توی کلاس‌های سال آخر هم شرکت بکنه. یعنی ما باید کارهامون رو به همون خوبی که آغاز کردیم به پایان هم برسونیم. پس همیشه از نقطه شروع تا انتهای کارتون رو با تلاش یکسان پیش ببرید، وگرنه تمام زحماتتون رو به باد میدید. من سعی کردم این روحیه رو توی کارمندای شرکت هم تقویت کنم. اونها باید از اینکه کارها رو به بهترین نحو به مقصد میرسوندن مطمئن بشن. برای مثال، یه مدیر نمایندگی فروش نباید صرفاً با دیدن کشتی باری توی اسکله خیالش از بابت کار راحت بشه و برگرده، بلکه باید بارگیری محموله‌های شرکت و سپس محو شدن کشتی تو افق رو به چشم خودش ببینه. اون وقتی که کار تمام شده محسوب میشه. من یه راه مطمئن برای سود کردن پیدا کردم و اون کمک کردن به دیگرانه. به عقیده من هیچ کس اونقدر بی اهمیت و بی خاصیت نیست که نتونه به دیگران کمک کنه.
از طرفی همه ما در زندگی به نوعی به کمک دیگران نیاز داریم. کمک به دیگران کمک به خود شماست. با کمک کردن به دیگران شما یک سرمایه بزرگ برای خودتون فراهم می‌کنید و اون یک رابطه انسانی خوبه که به طور یقین بعداً به دردتون می‌خوره. روابط خوب با افراد برجسته با ارزش‌تر از پوله. بنابراین اگه در روابط کاری تنها به دنبال سود شخصی باشید، این موضوع بعداً به ضررتون تموم میشه. در شرکت دیو ما همیشه به طرفهای تجاری خودمون این اطمینان رو میدیم که به اندازه شرکت ما از این معامله سود میکنن. ما همیشه سعی کردیم دیگران رو به این باور برسونیم که از معامله با شرکت دیو ضرر نمیکنن. این قانونیه که باید در روابط انسانی هم رعایت بشه. نباید طرف مقابل شما احساس کنه که از اون سوء استفاده شده. اگه میخواید فرد موفقی در آینده باشید، باید ارتباطاتتون با دیگران سرشار از اعتماد و اطمینان دو طرفه باشه. تا به حال از خودتون پرسیدید چه چیزی شما رو از دیگران متمایز میکنه؟ اگه میخواید یک کسب و کار موفق و تاثیرگذار داشته باشید، حتما این سوال رو از خودتون بپرسید. اون وقت متوجه میشید تا زمانی که همانند دیگران کار کنید، هیچ وقت تمایزی بین شما وجود نداره. زمان انجام کارهای مهم و بزرگ وقتی نیست که همه در حال انجام اونن، بلکه کسایی کارهای بزرگ میکنن که وقتی همه چیز متوقف شده یا شرایط نامساعده، سعی دارن از پس مشکلات بر بیان و اونو انجام بدن. به همین خاطره که من همه جا میگم جنگ کره باعث شد تا من به اینجا برسم. تجربه جنگ و فقر خانوادگی باعث شد من دنبال راهی برای بهتر شدن شرایط زندگی خودم و دیگران باشم. موفقیت در انتظار کساییه که از مقابله با بحران‌ها نمی‌ترسن و همیشه به دنبال راهی برای پایان دادن به سختی‌هاند. جالبه که واژه بحران در زبان چینی از دو بخش تشکیل شده. بخشی به معنای خطر و بخشی به معنای موقعیت. در واقع هر بحران علاوه بر ایجاد شرایط منفی، موقعیتیه برای ساختن یک وضعیت خوب. برای کسایی که میخوان وارد دنیای تجارت بشن چند توصیه مهم دارم. مورد اول، از همون ابتدا سخت کار کنید. اگه موفقیت‌های کوچک خودتون رو جمع کنید، اعتماد به نفستون بالا میره و به این اطمینان میرسید که انجام هر کاری ممکنه. مورد دومی که نوآوری‌های کوچک مهم هستند. برای موفق شدن ایجاد تغییر در یک امر ضروریه، اما این تغییرات لزوما نباید بزرگ باشن. در هر حرفه‌ای که هستید راه‌های جدیدی برای فروش پیدا کنید. تغییراتی ایجاد کنید که فروشگاه شما را از فروشگاه‌های مشابه خودش قدری متمایز کنه. 3. به نفع دیگران کار کنید، نه فقط به نفع خودتون. این یه نوع بیمه است. اگه به کسی کمک کنید یا کسی رو در سود داد و ستد خودتون سهیم کنید، در بلند مدت سود بیشتری به دست میارید. 4. هیچگاه نگران وضع مالی خودتون نباشید، چرا که هرگاه بخواید میتونید پول به دست بیارید و رمز اون فقط سخت کار کردنه. پس چرا باید همه حواستون رو معطوف به این مسئله کنید؟ میخواید در آینده از شما به عنوان شخصی که کارهای بزرگ انجام داده یاد کنن یا به عنوان یک فرد ثروتمند؟ اگه در تجارت تمرکزتون رو روی حساب کردن داشته هاتون گذاشتید، بدونید که به آخر کار رسیدید، چون این نشون میده هیچ برنامه‌ای برای آینده ندارید و همین باعث زوال کارتون میشه. 5. کافیه به کارتون اطمینان داشته باشید. اون وقت میتونید هر سدی که سر راهتون باشه رو بردارید. اغلب مواقع مردم خیال میکنند که با تمام وجود مقابل مشکلات ایستادن، اما این واقعیت نداره. توان انسان‌ها بیشتر از اینه. 6. از اونجایی که موقعیت‌های زندگی نامحدود هستن، فقط زمانی میتونید به اونها بر بخورید که خودتون رو وقف کار کرده باشید. منظورم از کار سخت داشتن تمرکز و پشتکاره. ممکنه آدم در خلاقانه ترین کارها هم احساس ناامیدی بکنه. در این صورت تنها پشتکاره که میتونه اون رو توی مسیر نگه داره. خودتون رو در جایگاهی که دلتون میخواد داشته باشید تصور کنید و به سمت اون برید. مدیریت با رهبری فرق داره. شما باید بتونید مجموعه خودتون رو رهبری هم بکنید. رهبر خوب کسیه که قبل از هر چیزی روحیه از خودگذشتگی برای کارش داشته باشه. اینکه شخصی که واقعاً ویژگی‌های رهبری رو داره رهبری رو به عهده بگیره بسیار مهمه. ما در کره میگیم رودخانه تمیز از چشمه پاک جاری میشه و این درباره ارتباط رهبران و جوامع حقیقت داره. هر جامعه‌ای رو میتونیم با رهبر اون بشناسیم، چرا که مردم شبیه کسی خواهند بود که اونا رو رهبری میکنه. اما نباید رهبری رو با دیکتاتوری اشتباه گرفت. برای اون که رهبر خوبی باشید باید بدونید که کار شما تکلیفیه که بر روی دوشتونه و باید نسبت به اون احساس مسئولیت داشته باشید. سیاست من در شرکت دیو اینه که به افرادی که تنها به فکر منفعت شخصی هستن بهایی نمیدم.
جای اونا توی دیو نیست، چون من بر اساس اولویت دادن به مردم و خدمت کردن به اونها این شرکت رو اداره میکنم و معتقدم مسئولیت یک شخص در قبال جامعه‌ای که توی اون زندگی میکنه با افزایش دارایی‌هاش بیشتر میشه. هر چی که متعلق به ماست از اجتماع به ما رسیده. نباید اونها رو خودخواهانه مصرف و تلف کنیم، بلکه باید به شیوه دیگه به جامعه برگردونیم. نکته دیگه‌ای که باید بدونید در مورد نحوه پول خرج کردنه. از خرج کردن پول در مواقع لزوم نگران نباشید، اما حواستون باشه حتی به مقدار کم هم پولتون رو هدر ندید. بسیاری از مردم گاهی فقط به دلیل اینکه یک جنس ارزونه اونو میخرن، در حالی که نیازی به اون ندارن. در این وضعیت هرچند که یک کالای ارزون خریدید، اما باز هم پولتون رو هدر دادید چون نیازی به اون نداشتید. اما در مقابل اگر احساس نیاز به چیزی کردید، اون وقت دیگه اعداد و ارقام مهم نیستن. زمانی که توی سال 1976 طرح توسعه امکانات رفاهی برای کارمندان دیو رو مطرح کردم، بسیاری به دلیل بالا بودن بودجه اون مخالفت کردند. اما من انجام این کار رو مثل یک سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌دیدم، چرا که مستقیما به روحیه کارکنان شرکت تأثیر می‌ذاشت و اونها بهتر کار می‌کردند. بنابراین موضوع کم خرج کردن نیست، بلکه عاقلانه خرج کردنه. بیایید این ذهنیت رو از بین ببریم که هر کسی که ولخرجی میکنه انسان ثروتمند و دست و دلبازیه. به جای خرج کردن بیوقفه به دنبال این باشید که چطور میتونید پول در بیارید. از نظر من هر خیابونی از طلا پوشونده شده و من همیشه به دنبال جمع کردن اونا. شاید این حرف کمی اغراق‌آمیز باشه، اما منظور من اینه که یه تاجر باید بدونه که کجاها میتونه پول در بیاره. مثل ماهیگیری که همیشه به دنبال بهترین نقطه برای صید ماهی میگرده، یا نقاشی که به دنبال بهترین منظره برای نقاشی کردنه. یک تاجرم باید به دنبال بهترین جایی باشه که میتونه از اون کسب درآمد کنه. برای من درآمد حاصل از شرکت دیو متعلق به خودم و خانوادم نیست. من رو متعلق به مردم میدونم. این اشتباه بسیار بزرگیه اگه شما به تجارت تنها به چشم کاری نگاه کنید که نیازهای شخصیتون رو برآورده کنه. در پایان چند تا پیشنهاد کاربردی. رویاهای بزرگ برای خودتون ترسیم و برای بهتر شدن سخت کار کنید. از شکست خوردن نترسید. کسی که شکست رو تجربه نکرده باشه یعنی هیچ کاری تو زندگیش انجام نداده. جهان پر از شگفتیه. اونها رو در آغوش بگیرید و دست به تجربه بزنید. اگه فقط راههایی که دیگران ساختن رو طی کنید، زندگیتون رو هدر دادید. پس شما هم راههای جدیدی برای دیگران بسازید. اگه یه مجموعه تأسیس کردید، بدونید که دیگران همونقدر کار خواهند کرد که شما کار میکنید. اگه شما هفته چند ساعت به مرخصی بگذرونید، اونا هم انتظار مرخصی خواهند داشت و اگه سخت کار کنید، سخت کار میکنن. مسئولیت اصلی مجموعه یا شرکت شما فقط به عهده خود شماست. از دیگران کمک بگیرید، اما تصمیمات رو با مسئولیت خودتون نهایی کنید. خب اینجا خلاصه‌ای کوتاه از سنگفرش هر خیابان از طلاست رو به پایان میرسونیم و امیدوارم این کتاب هم براتون لذت بخش و مفید بوده باشه. ممنون که ما رو همراهی میکنید. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.